فکر میکنیم که مستقل تصمیم میگیریم. تا حالا شده توی جمعی باشین و فکر کنید که چرا من دارم این کار رو انجام میدم؟ بعدش بفهمید که دلیلش فقط اینه که بقیه هم دارن انجامش میدن. آره. یا مثلا وقتی میخواد غذا سفارش بدید، دلتون مثلا قرمه سبزی میخواد، اما چون بقیه استیک میگیرن، یهو میگی که یه استیک هم برای من بزن. چرا رفتار بقیه اینقدر روی ما اثر داره؟ ببینید، ما فکر میکنیم که آدمهای مستقلی هستیم، ولی یه لحظه دست نگه دارید. ببینید، واقعیت اینه که مغز ما خیلی تنبله. اگه یک نفر یا چند نفر قبل از ما یک راهی رو رفته باشن، مغز ما میگه که اوکی، همونا رو دنبال کن. دیگه نمیخواد فکر بکنه. میگن اثر هنجار اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی مغز ما ترجیح میده از دیگران تقلید کنه تا اینکه خودش یک تصمیم جدیدی رو بگیره. یه مثال ساده. تا حالا شده وارد یه رستوران بشی، ببینی که مثلا یه میز کنار پنجره خالیه، ولی همه وسط سالن نشستن. چی کار میکنید؟ معمولا به احتمال خیلی زیاد شما میرید وسط سالن میشینید، چون میترسید که فکر کنن زیاد متفاوتید. یا آزمایش جالبی هست به نام آزمایش آسانسور. یه نفر وارد آسانسور میشه و به طور معمولی روبروی در وای میسته. بعد یهو 3 نفر دیگه وارد میشن و همشون به دیوار کناری خیره میشن. حدس میزنی چی میشه؟ اون نفر اول که تنها بودش، اونم آروم آروم شروع میکنه به خیره شدن به دیوار. ببینید، این آزمایش چی رو به ما نشون میده؟ میگه حتی اگه وقتی که منطق میگه این کار بی‌معنی هستش، ماها همچنان بریم از بقیه تقلید میکنیم. چرا؟ چون نمیخوایم حس کنیم که داریم متفاوت رفتار میکنیم. یه داستان جالب میگم براتون که برای خودم پیش اومده. چند وقت پیش رفته بودم نمایشگاه کتاب، خواستم یه کتاب بگیرم. بعد دیدم یه صف خیلی طولانی جلوی یه دونه از این غرفه ها بسته شده که اصلا نمی‌دونستم چی میفروشه. رفتم جلو، دیدم که دارن تقویم دیواری میفروشن. میدونید نکته چیه؟ ببینید، هیچ کدوم از ما اول نمیدونستیم که اونجا چی میفروشن. فقط چون صف بودش فکر کردیم که حتما یه چیز خیلی مهم و حتما جذابیه. حالا نکته اینه، آیا همیشه تقلید از دیگران بده؟ یعنی ما همیشه باید مثل بقیه رفتار بکنیم؟ نه. ولی تقلید همیشه هم چیز بدی نیست. یه موقع‌هایی خیلی محدود، مثلا وقتی مثال توی کشور غریب هستی و نمیدونی چطوری غذا سفارش بدی، تقلید از بقیه اونجا میتونه بهتون کمک بکنه. یا وقتی تو سینما میبینی همه دارن میخندن، حتی اگر نفهمی که جوک بوده یا هرچی، احتمالاً میخندی و میتونه براتون خوب باشه. این میتونه مثبت باشه و این میشه تقلید اجتماعی و میتونه بهتون کمک بکنه که راحت تر تو جامعه زندگی کنید. اما خیلی وقتا تقلید از بقیه باعث میشه کارایی بکنیم که به ضررمون تموم بشه. مثلا وقتی همه دارن روی یک سهم بی ارزش سرمایه گذاری میکنن، تو هم میری میخری.
وقتی همه دارن یه کالای گرون رو میخرن و فکر میکنی ارزونه، نخری، ضرر میکنی، میری میخری. اینجا لازمه که یه مقدار فاصله بگیری و از خودتون بپرسید آیا این تصمیم منطق داره یا فقط دارم از بقیه تقلید میکنم؟ خلاصه این که ما بیشتر از چیزی که فکر میکنیم تصمیماتمون تحت تأثیر بقیه هستش، ولی اینو باید بدونیم و بفهمیم که داره چه اتفاقی میفته. تقلید از بقیه همیشه بد نیست. بعضی وقتا باعث میشه که ما سریعتر و راحت‌تر زندگی بکنیم، ولی وقتی پای تصمیمات بزرگ زندگیتون در حقیقت وسطه، مثل سرمایه گذاری، مثل شغل یا روابط، ما باید یک لحظه صبر بکنیم و تأمل بکنیم، فکر بکنیم که آیا این واقعا انتخاب منه یا دارم از بقیه پیروی میکنم.